السلام علیکم برادرای اهل اسلام. من مراجعه خودم با پرکتور حربی جمهوری تاجیکستان کردنی هستم. برای چی وقتی که من در حق خودم دفاع کردم، وقتی که عزمم نشان دادم که در وطن خودم گشتنم احتمال اینجا مهاجری آمده ببینم خیال روز دارم، بعدش مرا زنگ میزنن نمیدونم کارگرای حکومت یا که بازی میکنن چی میکنن، که من مطمئنم که کارگرای حکومت برای چی مقصد تهدید میکنن برای انسان. من عملش من گویم من جای ترس ندارم، الحمدلله که من فقط از خدای متعال میترسم. یک چیزی دیگه، وقتی که من در کمیساریات عربی قبول گفت با ارمیا گرفتم، خوب رفتم. وقتی که در بین 7 ماه یا 8 ماه گذشت، مرا دیوانه گفتن های کردن. فرقش چیه؟ من دیوانه هم چیزم من عرضه نوشته رفتم کو. وقتی که دیوانه گفتن های کردن، وقتی من در کارخونه دولتی کار کردن نتونم، وقتی که در حق خودم دفاع کردن نتونم، من دیوانه کی باشم؟ значит قانون مرا جزا دادنش حق نداره داخل. وقتی که من در این چیزا حق نداشته باشم، قانون هم حق ندارد مرا برای 4 ریش مقصد 2018 رفتگیم. در ویدیو پیشنگی من پاسپورتم وای کردن نشون دادگی بودم، پاسپورتم موز نیست در دستی سگاهای. خوب 2018 2019 من 2 سال پادریات میرم، 2 روزی میستم دیگه نمیتونم. چی با در دستی کارگرای مقامات. همین یه چیز میگم تون محمود اودینایف، البته من آزادی و شخص میخواهم، برای که اون شخص یگان کس دشنام نداده، یگان کس مقصد سخنی بد نگفته، در حق خودش در حق فرزندش دفاع کرده. بله ابشتی محمود اودینایف من یکم آدمه که من خستم من الحمدلله که من تا آخر میرم، تا آخر من میرم. من یگان اعتراض ندارم به کس. لیکن محمد مراد اودینایف وقتی سخن حق گفت، اون مردک نباید جزا داده شود، اون مردک باید مکافات داده شود. و از زنک که من دیدم مقصد سخن خوب گفت اون زنک. در یک سخنش گفت که وقتی که حجاب من کردن، علمای دین امام خطیبا سخن بالا نکردن. من زنایم گفت من سخن بالا کردم، کی ایمانش نزدیکتره؟ من جز خرسک زدن به اون زنک دیگه یگان چیز نگفتم. من خودم مقصد همین شرم داشتم که همین زنک برامده همین گپ بزده، من برامده گپ زدن نمیتونم. ایشان نوردین جان باید برای در منبر شینن گپ زدن امر معروف کنن. ایشان نوردین جان میخواهم من، ایشان نوردین جان حضرت چند وقتی که همین وای نبرو ورسودیان امر معروف نکرسودیان، من دلم باور کنید ناراحته، من دلم ناراحته. همین شعری نرایان، شعری الله آیان. خدای متعال شما رو همیشه پناهش نگهبان باشد. بابا ایشان برادران کل اسلام حرکت کنید، در حق خود دفاع کنید، نگذارید که مقصد حق خود پایمال شود. من باز یک بار دیگه تکرار میکنم، برای من شرط نیست که تهدید کردن. همین نوارد همین پایانش همین کارگرای مقامات التماس همین پایانی نوارنده نمراتون نویسید، من خودم زنگتون میزنم، والله قسم من خودم زنگتون میزنم. همین قضیه که اما که من 2 سال پادریات میرم، یه روز میستم تمام. برای چی آخی من رقم میتی؟ برای چی؟ من بیزار شدم آخی. و بالای با تهدید میکنه وقتی که می برآمده من دفاع کنم. با این چی دولته آخی؟ من نمیفهمم. با قیامت پناه خدا باشید برادرای گرامی.